سلام، من مونا هستم از مجموعه بزرگ یدک‌کار. در خدمتتون هستم با ویدیوهایی در مورد مشخصات فنی ماشینتون و اطلاعات زیادی قراره تو ویدیوهای مختلف بهتون بدم. اگر که به ماشینتون علاقه دارید، میخواین سالم باشه و میخواین خودتون مشکلاتشون رو تشخیص بدید، حتما پیج ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای ما به صورت خودکار براتون بیاد. امروز می‌خوایم در مورد کد حرارتی شمع باهاتون صحبت کنیم. اینکه کد حرارتی شمع چیه؟ آیا در خودروهای مختلف با هم فرق دارن؟ و اینکه اگر شمعی با کد حرارتی اشتباه روی خودروتون نصب کنید، چه اتفاقی برای ماشینتون رخ میده؟ با من همراه باشید. کد حرارتی شمع در واقع تبادل حرارت بین شمع و اجزای داخلی موتور هست و شمع‌ها رو بر اساس کد حرارتشون 3 دسته تقسیم میکنن: شمع‌های سرد، شمع‌های میانی یا نرمال و شمع‌های گرم. شمع‌های سرد شمع‌هایی هستن که حرارت خودشون رو خیلی زود از دست میدن. به اینها میگن کولد تایپ یا شمع‌های سرد. شمع‌های میانی یا میدیم تایپ شمع‌هایی هستن که حرارتشون رو به صورت نرمال از دست میدن و شمع‌های گرم در واقع شمع‌هایی هستن که حرارت خودشون رو خیلی دیر از دست میدن یا بهشون میگیم هات تایپ. البته اینو هم بگم تو برندهای مختلف مثل بوش و انجیکا کد حرارتی در واقع با هم دیگه متفاوت هست. توی برندی مثل برند بوش هرچی که عدد پایین‌تر باشه کد حرارتی سردتر هست، در واقع شمعمون سردتره و هرچی عدد بالاتر باشه شمع گرمتره، در حالی که تو انجیکا عدد پایین‌تر نشونه گرمی شمع و عدد بالاتر نشان دهنده سردی شمع هسته. بیشتر این ماشین‌هایی که شما تو خیابونا می‌بینید معمولاً کد حرارتی گرمی دارن. مثلا اگه بخوایم در مورد شمع بوش مثال بزنیم، کد حرارتی بین 7 تا 8 و اگه بخوایم در مورد انجیکا مثال بزنیم کد حرارتی بین 5 تا 6. مگر اینکه این ماشین‌ها توربو شارژ باشن و یا اینکه دوگانه سوز باشن. در این صورت به خاطر اینکه گرمای موتور بالا میره نیاز دارن به شمع‌هایی که سردتر هست. در مورد توربو شارژ هم یه توضیح بدم. توربو شارژهای ایرانی مثل ماشین‌هایی مثل دناپلاس و شاهین خیلی متفاوت هستن با ماشین‌هایی که توربو شارژ هستن و خارجی هستن مثل بنز، بی ام و پژو 2008 و ماشین بعد. تفاوتشون در دستگاه توربوشون هستش. در واقع دیبی بالاتری در ماشین‌های خارجی از طریق توربو وارد ماشین میشه، پس در نتیجه شمعی با کد حرارتی سردتری نیاز دارن نسبت به معادلشون در ماشین‌های ایرانی. حالا من که ماشینم لوازمیه، بله. چه کد حرارتی پیشنهادی؟ در مورد ماشین‌هایی که تیونینگ شدن، اونها هم به شدت حرارت ماشین رو بالا میبرن و نیاز دارن به در واقع شمع‌های سردتر. ولی این ماشین‌ها چون انواع مختلفی دارن، نکته‌ای که توشون هست این هستش که شما باید حتما با یه مشاور خوب یا با مشاور ما در تماس باشید تا بتونن راهنماییتون کنن. حالا چجوری بفهمیم که در واقع شمعی که وصل کردیم کدش مناسب نبوده و داره به ماشینمون آسیب میزنه؟ چند تا نشونه داره. یکی اینکه ماشین خوب استارت نمیخوره، دومی که ماشین ریپ میزنه و سومی که ماشین ناک میزنه. اگه از مطالب امروز خوشتون اومد حتما لایک کنید، کانال ما رو به دوستانتون معرفی کنید و اگر سوالی براتون مطرح شد حتما تو قسمت کامنت ها از ما بپرسید. تا درود دیگر، بدرود.